Aşmak yolda rakışıyor. نه مردیو که تلفن رو هم دیدیم. وا کشکا. انا که نوبتی من بنیگاه مرد کم میتونی نوبتی ما بود. شما بستی. سلام علیکم دختر کشرو. ممکنه شناس شه؟ شناس میشه؟ خدا دیده یا بود؟ تا اوینا؟ با کجا دم بپرتون؟ چو کدای مرا؟ وی نه دختر تو مرا بیزر گفتنی. تو بیزر نیست تو اورودی. نه اورود اگه مقصد که اورود به تاجیکی بیزر میشوه؟ بعد دختر اگه ما بیزر بام باشم کو زاتو اوریجینالم. سلام علیک. شازه چیزی؟ تشکر خود درست میام. جوی ما چوکده گشت تو هیچ نم خطی همین ینگه دمجورا تماشا کدا گشتم هم ده. کدی آیم چه می آیم چم نه آیم چم دیگه خوبه کارا خوبه. سلامتی نه همه باب جورا. تو وقتی خدمت یه جینی بچه بودی این اوینچی افجوفتی هم خدمت حالم کلات کار نمیکنه ده. او جینیو مو دادن. گفتی خمان جینیو خدواین. اکا یا مرد کلون های بله میدونی من رنگی خودت مرد کلون بوی سر سفر چیزی او چرا دیدم به افته با چرا داده برا در اختر مارکه او چرا داده او چرا مسلمان ما 3 ساعتی دارم جو او چرا داشت دیگه می برا پایان برا اختر مارکه او چرا داده چرا برا خبگی بس های مغازین به مغازین ما هوی کنم مغازین چی لگه شو ای ما همه از واجد همه را کفتستیم که چی های گوش کنیم بچه ها خمون که خیلی سرفرو نمیریم یکم آدمی با عقل یکم آدمی دانشمند در کاره که این چیزا باید خونه بفهمونا من میدونم در قشلوقی ما هسته کی هست؟ فیلوسوف اگر علم بزرگه آدم جهان دیدن میدونه فیلوسوف در خونده گیه این همه جا در حوز میریم فیرودش میکنیم برا ویرو خچ برا بگیم بره شهده باز انشالله میفهمیم که چی های یکم تا فهمیدی تو چه حیوان بوده یا؟ حیوان ای خیلی آدم ده بونده چی ده بونده؟ ما نفهمیدیم که چی های نفهمیدیم چه اینی مین شما همین را نفهمیده چی های؟ این را ما فهمیدم چی های؟ این راست دیگه پا بگم این خرگوشی 200 ساله